در هر حرفی حقیقتی نهفته هست. در هر سخنی که گفته میشه یه حقیقتی وجود داره. اون سخن هر چی میخواد باشه به نظر من. منظورم البته 100% و مطلق نیست. منظورم اینه که بیشتر مواقع اینجوری هست. اغلب مواقع اینجوریه. اون حرف رو چه دوست ما بزنه چه دشمن ما، به نظرم تو حرفاش یه حقیقت‌هایی رو میشه کشف کنیم. اون حرف رو مثلا میگم چه طرفدار دین و مذهب بزنه چه مخالف اون بزنه، حرف رو طرفدار مثلا ارتباط با غرب بگیره بزنه یا مخالف اون، حرف رو یه نفر از مقامات جمهوری اسلامی بزنه حرفاش یه سری جاها درسته چه مخالفای اون باشه، کسی که موافق حجابه مخالف حجابه، کسی که نمیدونم موافق این دینه مخالف اون دینه. و تو حتی مسائل روزمره زندگی، تو مسائل روزمره زندگی مثلا نمیدونم در مورد تربیت بچه‌ها چیکار کنیم، در مورد تو شهر زندگی کنیم یا روستا، خارج از کشور بریم یا ایران بمونیم، تقریبا تو هر حرفی، تو هر مثلا نظریه‌ای که ما میشنویم ما معمولا میخوایم که اونو کاملا رد بکنیم یا کاملا تایید بکنیم. ولی تقریبا همیشه، اگه نگم همیشه، تقریبا همیشه تو حرف یه نفر که داره یه حرفی میزنه یه حقیقت هایی میشه پیدا کرده. مثال بخوام بزنم در مورد این که ما با غرب مثلا با آمریکا ارتباط داشته باشیم یا نه. خب جمهوری اسلامی و طرفداراش چی میگن؟ میگن آقا به این دلیل به اون دلیل ما نباید باشون ارتباط داشته باشیم. اونها رو حرف خودشون نمیمونن، اونها سابقه خیلی خوبی ندارند، اونها مثلا تحریم کردن و حرفای دیگه. خب میبینی که این حرفا اگه هم 100% درست نباشه ولی کم و بیش درسته، تقریبا درسته، یه جاهایی درست میگن، اگه نگم خیلی جاها، اگه نگم همه جا درسته. ولی از اون ور اون کسی که میگه آقا با آمریکا رابطه باید داشته باشیم، به نظرم اونم درست میگه، استدلال های اونم درسته. اونم مثلا میگه که آقا اون کشور اول دنیاست، همه چی دست خودشه، چاره‌ای غیر از این نداریم، آقا به نفع مردم ایرانه، مردم ایران اینو میخوان، اصلا مردم اینو نمیخوان. یه سری استدلال های میاره که میبینیم استدلال های اینم درسته. وقتی یه نفر میاد میگه که آقا غرب جای خوبی نیست برای زندگی، اصلا جای خوبی نیست، اینجور نباشه که ما بگیم که نه این اشتباه میکنه، یه جاهایش درست میگه دیگه. یعنی شاید نگیم که کاملا درست میگه ولی احتمالاً یه حقیقتی تو حرفش نهفته هست. وقتی یه نفر داره خیلی سرسخت مثلا از دین یا حالا از دین خودمون اسلام طرفداری میکنه و ما هم آدم دینداری نیستیم، ممکنه که حتی ضد مذهبم باشیم، ولی به نظرم نباید جبهه بگیریم، نباید ناراحت بشیم که این مثلا چرا داره طرفداری میکنه از دین. بالاخره درست میگه دیگه کم و بیش، شاید حالا مطلق خوب نباشه ولی یه حقیقتایی هم هست، یه جاهایش اگه نگم خیلی جاهاش درسته، خوبه. از اون ور اون کسی هم که علیه اون دین یا مذهب حرف میزنه، به نظرم اون هم یه جاهایی احتمالاً درست میگه، اونم درست میگه. میگه مثلا نمیدونم مثلا سنگسار هست، این هست، حالا سنگسار که نمیبینم باشه ولی حداقل بوده، نمیدونم چطوری ها. بعد چیزهای دیگه مثلا یه عده با موسیقی مخالف بودن هستن. حتی من چند وقت پیش همین سالا دیدم فردی استوری زده بود که موسیقی مطلقاً حرومه، موسیقی مطلقاً حرومه. حالا الان کسی اینو نمیگه. حالا میخوام اینو بگم که دنبال این نباشیم که یه حرفی رو، یه نظری رو، یه کتابی رو، یه چیزی رو ما اونو کاملا قبول کنیم ها. نه، حتی اگه خیلی با دشمنی حرف بزنه و بدونیم این دشمن، این داره مثلا بدخواه هست، بدونیم نه درسته که اینجوریه ولی یه کم هم درست میگه، شاید هم خیلی. اتفاقا بخشی از حقیقت رو دشمن ما میگه، اون کسی که
از من بدش میاد، از من خوشش نمیاد، اون احتمالاً یه جاهایی درست میگه. آره اینو خلاصه بگم این که چیزی رو کامل، حرفی رو، نظری رو در مورد هر چیزی کاملا تایید نکنیم، کاملا رد نکنیم. تقریبا همه چیز نسبیه، ترکیبی از درست و غلطه. همین حرف من همین بود. من محمد هستم. این کانال هم کانال گفتارهای ناب هست. خیلی ممنونم که تا آخر توجه کردید. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب هم بکنید. تا ویدیوی بعدی هم خدا نگهدار.